هادی حجازی فر گفته واسه اینکه طلبشو از صدا و سیما بگیره کارش به جایی رسیده که با یک دبه بنزین رفته سازمان و باقیشو از زبون خودش بشنویم. اینا یه شب تا صبح فکر کردم، بعد گفتم که میرم میگیرم ازشون. چجوری میگیرم؟ گفتم که برم تهدید به خودسوزی کنم. یعنی در شبکه؟ توی شبکه، داخل شبکه. اومدم رفتم یه بطری آب مدنی بنزین گرفتم و رفتم اونجا. و موقعم شبکه 5 میدون فرهنگ بود. رفتم خواستم برم تو، گفتم نرم بریزم رو خودم الکتریک، چون من به هر چی دست بزنم برق میگیره منو، نمیدونم چرا این شکلیم. گفتم یه جرقه نزن آتیش بگیرم. نصف اینو ریختم، از تو جوب آب اضافه کردم. گفتم یه ذره ناخالصی که ریختم آتیش نگیرم. رفتم و تهدید و فلان این حرفا آخرشم ندادم. یعنی بنزین رو ریختی؟ نه نذاشتم بریزم، ولی میگفتم من اومدم و فلان این حرفا. آخر سر پولتو ندادم؟ نه ندادم پولمو، واقعا ندادم. اینو اینقدر